داستانی بزرگمردی معروف تاجیک که تا امروز تاریخ نظیرش را ندیده. اگر ابن سینا نبود، علم پزشکی که امروز ما میشناسیم وجود نداشت. محض به وسیله تلاش‌های او پزشکی از ناقصی کامل و به پیشروی‌های ارزنده دست یافت. میگویند که همه بیماری در نتیجه تأثیر 4 چیز به بدن انسان می شود. شاه اثر او قانون طب طی 700 سال از مهمترین کتاب‌های طبی در سراسر عالم گردید. در اروپا 15 مرتبه به چاپ رسید که تمام آثار مشهورترین طب باستانی یونان قدیم و عموما عالم اروپایی هیپوکرات 2 مرتبه به نشر رسید. تحقیقات و اندیشه های علمیش واقعا حیرت آور است. او نه تنها طبیب کاردان بلکه دانشمند همدان در همه دور و زمان گشت. نظر افتیش و نظر فروبری نورا قبل از اروپا ابن سینا گفته بود. با گذشت 100 سال پس از مرگ او با امر متعصبان کتاب‌های فلسفیش را کفر و بدعت خوانده در مرکز شهر بغداد آتش زدند. ولی با گذشت چند عصر در اروپا بعد اختراع دستگاه چاپی و انتشار شدن کتاب مقدس مسیحیان انجیل یک باره 5 قسم کتاب او قانون روی چاپ آمد و در زندگی بشریت تا حال جایگاه مهمی را اشغال می نماید. وقتی والدین به او نام نهادند باوری داشتند که آن به نسل‌های بعدیش می گذرد و فرزندان و نبیرگانش با نام او افتخار خواهند کرد. ولی زندگی با او خرسندی عائلوی را عطا نکرد. از او جگربندی به دنیا نآمد، چون که عمر خود را صرف راه علم نمود. از یک شهر به شهر دیگر در پی کشف و دانستن اسرار عالم پیوسته سفرها میکرد تا نقطه های ناروشن بهر انسان ها روشن باشد. آره، او فرزند زمان است و کتاب و اثرهایش همچون فرزندان معنویش همیشه برای انسانیت منفعت آور و نام او را ابدی جاوید نمودند و او برای همیشه افتخار ما میراث برانش میماند. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن علی ابن سینا دانشمند تاجیک که با کشفیات و دستاوردهای پرارزش علمی عنوان پدر طب مدرن را گرفته است. امروز ما از او و کشفیات‌های بی‌نظیرش در جهان علم میگوییم. او گاه چون طبیب و فیلسوف، بعضاً به صفت فقیه و وزیر، حتی زمان چون محبوس زندانی عمر بسر برد. چون ندیم خاص پادشاهان و ملکان نیز روزگار گذرانیده است. اما لحظه از آموزش غفلت نورزیده از پژوهش و کارهای علمی فارغ نبود. امروز کل عالمیان با نامش آشنایی دارند و بر اساس فرموده‌هایش عمل می‌کنند. میان 3 تن از بزرگمردان طب، بقراط و جالینوس جایگاه مهمی را صاحب بوده همچون شاهزاده طبیبان یاد می شود. در علم به نوآوری‌های زیاد دست یافته الهام بخش ده‌ها و صدها عالمان و طبیبان گردیده است. این نابغه بزرگ را بیشتر از 10 قوم و ملت‌ها فرزندی خودشان می‌دانند و با نامش افتخار دارند. چی طور به این حد و به این روز معروف گشت؟ چی اسرار است در زندگی نامه او؟ از کدام تمدن برخاسته و شهرتش جهانی گشته است؟ رو می آریم به گذشته روزگارش. بلخ یکی از شهرهای قدیمه و پیشرفته فرهنگی در خراسان بزرگ.
پدر ابوعلی عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا مردی فاضل و دانشمند از اهل همین شهر فرهنگی بود و در زمان نوح ابن منصور به بخارا آمد. عبدالله چون مردی باخیرت به دربار سامانیان راه یافت و کارهای مهم دولتی را پیش می برد. او در دهه افشانه با ستاره بانو نام دهخان دختر خانه‌دار شد و سال 980 در عائله آنها پسری به دنیا آمد که او را حسین نام نهادند. بزرگان علم و ادب اساساً ستارگانی میباشند که برای بنی بشر نورپوش میکنند. برای از دانش خردی بزرگان عالم شمول نابغگان تمام انسانیت بهره میبرند و هم انسانیت تعلق دارند. لیکن بحر مظفریت عدالت باید گفت که هر یک از اینها زاده و پرورده یک ملت، یک نژاد معین هستند. ابن سینا هم زاده و پرورده مردم تاجیک بلخ بود که به بخارا کوچید آمد. از خردی با استعداد و عقل و فهمش گرایش کودک دانا و فرق کننده به نظر می رسید. پدرش که شخصی معرفت دوست بود، کنجکاوی و قابلیت پسرش را دیده ابن سینا را به مکتب ماند. در زیر تربیه استادش عبدالله مساح از 5 سالگی تا 10 سالگی در آموزش علمهای مختلف زمان به همتا گشت و در سن 12 سالگی با از یاد کردن قرآن لقب شیخ را سزاوار شد. مروزی می نویسد که ابن سینا جاهای دشواری و علم جستی را به استادش می فهموند. استادش نوتلی که اونا درس می داد میموخت و ابن سینا میگه اینجاش این معنا داشته باشد، اونم اقرار میشد. بعد دانشمند اقرار میشن. از کودکیش ذهن تازه داشت. نزد چند استاد میموند، استادشون بسیار درس نمیتن، میگن که ما دیگه نمیتوانیم اینا چی کنیم. بعد خودش خودآموزی میکند. نابغه ها در حقیقت شخصانی هستند که محصول مهنتشان بگذار ذهنی باشد، بگذار نظریوی باشد، بگذار عملی باشد، از همسالا و همزمانهای خود به 10 مراتب بالا هست. اگر در این جاده که ما ابوعلی ابن سینا رو شناختنی باشیم، پس این کس هزارها مراتب از هم عصرهای خود بالا بودند. استقلال فکر، وسعت اندیشه، با دلیل سخن راندن خاص این نوجوان در راه علم پیشرو بود. محض همین ویژگی هایش اطرافیان را به حیرت می آورد. ابن سینا پیوسته در آموزش می کوشید. طب برای او علمی پسندیده گشت که از کودکی به گیاهان طبابتی علاقمند شد و آن را با جدیت دنبال می کرد. به وسیله مهنت‌های شبانه روزی و تجربه‌های پیوسته در سن 16 سالگی چون یک طبیب حاذق در تمام بخارا شناخته شد و با درمان بیماران مورد تحسین مردم قرار گرفت. او به شناخت طبیعت، بررسی گیاهان و حیوانات گوناگون علاقه خاص داشت و بیشتر وقت خود را در کوه و صحرا به جستجو و کسب تجربه می‌گذراند. از کودکی به طبابت علاقمند شد و طبیعت را جزء مهم حیات انسان‌ها می‌دانست. یعنی به آن اندیشه بود اگر سرنوشت انسان در طبیعت سپری می‌شود، پس طبیعت قادر است او را با گل و گیاه‌ها، درختان و حتی آب‌هایش طبابت نماید. او به این عقیده استوار بود و در طب به دستاوردهای پرارزش دست یافت. نخستین کسی گردید که تأثیر ضد عفونی بودن الکل یعنی اسپریت را کشف نمود. زخم معده، تومارهای مغزی را پیدا کرد. راههای معالجه چندین بیماری‌ها را دریافت نمود و تا امروز بر اساس دستورات او دارو تهیه می شود. ابوعلی سینا 7 قاعده برای آزمایش داروهای جدید پیشنهاد می‌کند و دستور می‌دهد که آنها را روی جانوران بیازمایید و پس آن در انسان‌ها استفاده برید. قاعده‌هایی که او در سن جوانیش پیشنهاد کرده است تا حال حاضر از طرف عالمان و دانشمندان
هنگام آزمایش داروهای جدید به کار می روند. ابن سینا نوآوری های بسیاری در پزشکی و درمان مرضی ها داشت. بیماری امیر بخارا واقعی بود که مسیر علمی این نابغه جوان را تغییر داد. با کمک او که حاکم از بیماری سخت رهایی یافته بود، اجازه استفاده از کتاب‌های حکومتی را به او داد و ابن سینا را در معرض کتاب‌های قرار داد که کاملترین و کامیابترین کتاب‌های آن دوران بودند. ибни сино дар он замон аз донишҳои тиббии ҳинди қадим, юнони қадим, чини қадим бархурдор буда ва онҳоро дар заминаи донишҳои муосирини худ дар амал татбиқ намуд. بعد فرا گرفتن کتاب‌های طبیبان معروف بقراط و جالینوس، ابوعلی سینا اندیشه‌های آنها را کامل کرد. به تحقیق ساختار بدن انسان پرداخت و طب را به یک شکل معین درآورد. آدم از چی عبارت بودنش؟ 7 قسم بدن شیخ الرئیس همون در دوره انتخاب گویم همین ساحه، در دوره اطلاع یا که در دوره گذاشتن میراث ادبی در طب معلوم میکنن که امروز در طب 7 قسم بدن معلوم است. تا این کس نگفتنش طب امروزه اینه به 7 قسم قبول کرده است، دیگه ضرورت ندارد. سر، گردن، قفس سینه، دست و پا، ستون مهره، کوس، شکم. ابن سینا می‌خواست آنچه را انجام بدهد که تا زمان او کسی به آن نپرداخته بود. مهمترین دستاوردش در طب شرح فعالیت مغز سر میباشد که تحقیقات‌های علمی و کارهای ارزشمند او زمینه مهم برای علم نیروخیروژی، نورولوژی و پسیخیاتری گردید. تعلیمات عمومی بدن انسان، فیزیولوژی انسان، بیماری های عمومی، تشخیص بیماری های عمومی، 808 داروی ساده را ابوعلی ابن سینا در کتاب دویمشان می بیارم. و این چی است این دارو؟ اینها موادند، اینها خوراکه های هر روزه ما هستند در علاهیدگی، مثال بادام، چارمغز، گیاه ها، نباتات، حیوانات، مینرال ها، همه همینها را در علاهیدگی این چی است و برای چی لازم است گفتم. با طرز جدید او ساخت چشم و فونکسیه های آن را معین کرده، عقیده های بقراط و جالینوس را آید به شکل چشم و طرز بینش آن کامل می نماید. ابوعلی سینا از زمان خوردن و آشامیدن تا ورزش های مفید برای سلامتی بدن، اینچنین از تمرین های برای فعال نگاه داشتن مغز تا شرح امراض را تحقیق نموده به یک ترتیب معین درآورده است. به درمان بیماری های روانی پرداخته ورزش های مناسب بدن را معرفی کرد و رساله های مخصوص درباره داروهای قلب نوشت. تمام بیماری ها را به فهمشی تا زمان خودشانه داشتگی را گرفته چیز خوب بشه همراه کرده، بیماری ها را طرح ریزی نه، خودی بیماری ها را نشان می دهم، در بارش می نویسم، علامت های بیماری را می نویسم. اولین مراتبه در تاریخ طب از انگشت زنی پرکوسیا میگویند برای تشخیص بیماری های شش و شکم استفاده میبرند.
و پیشنهاد میکنن اصولا 850 سال پیش از عالمی که یوستخیه یا اینکه عضوی شنوایی را گفت، این کس گفتنش. بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان را دقیق تر از پیشینیان شرح داد. با عقیده سینا سرطان نوعی غده است که در ابتدا دردناک نمی شود. بعضی از انواع آن وقتی که پیشرفت می کنند دردناک و غیر قابل درمان می شود. او می گوید اکسید مس و سرب اگرچه نمی توانند این بیماری را درمان کنند، اما از انتشار آن در بدن جلوگیری می نمایند. او اشاره می کند که جای غده های سرطانی را باید حتما سوزانید و این عمل بافته ها، رگ ها را می سوزاند و آنها را اجازه نمی دهد دوباره بیماری را در بدن بیدار کنند. توسط اجرای این عمل بارها در پس نمودن خروج سرطان در بدن انسان ها موفق گشته است. در بیمار خونروی پیدا شود از سرخروده و معده‌اش که با قید کنی خون پیدا می شود. با این خوراک دادن در کار است که قابلی بینید خصوصیت دیر ایستادن در سرخروده و معده را داشته باشد. دیر ایستادن خصوصیت ورم کردن را داشته باشد تا اینکه با ورم کردن خود و رگ‌های خونشا را پخش کند. او گپ درباره 1010 رفت است. همین سبب می شود که خونروی منع شود. برای این پیشنهاد میکنند پوست انار، دانه خرما، شما خرمای خام خورده دیدیدن چه می رود؟ تومچه است، پوست انار خوردید یا دهن چلقه میکنید وقتی که دندانتان درد میکند یا که گزک میگیرد در کاواکی دهن، میدونید که همه دهن کرخت میشود، همه خیلی نیست. و سبوسی درشت میگویند، سبوسی درشت خشک، اگر همینه با جرغات کمی علرش کرده خورانید، سری بیمار خمبانده پایان تا اینکه پایان نرود و گریزانتلی فراید. یک شما فکر بینید، بزرگی انسان بینید. این من شده میگوید با ورم کردن خودش همون خونروی را من میکند. بعد 850-900 سالش زوند بلکمر پیدا شد در علم طب. از رزینه دم میکنیمش همه خونروی را میموند. او خوراکی که با اون عقل خداداد گفته شدگی بود من میکرد، برای اینکه استحصال رزین نبود آخر در اون دوره. امروز همین زوند بلکمر که این تصورات نداره درباره ابوعلی ابن سینا، لکن تعلیمات القانون اینه گفته است. ابوعلی سینا بعد مطالعه و کسب تجربه زیاد با آموزش آناتومی بدن انسان را آورد. او عملیات جراحی را بخشی مهم و خاص در طب دانست و همچون روش الهیده معرفی کرد. از نخستین طبیبان گردید که با مرکبترین عملیات های جراحی دست زد. با اختراع دستگاه های نو، قفس سینه، نوع راه های نفسگذر و باز چندین عضوهای بدن را جراحی نمود و در 99% آنها دست بالا گردیده است. زخم معده را امروز با نام عالم فرانسوز کویله میشناسند و میگویند که این در دنیا زخم همین آدم نوشته است. آگاه نیستند از کتاب شیخ الرئیس. زخم به تمام علامتاش می نویسند. جایگیر شویش میگویند. سبب‌های جایگیر شویش، سبب‌های پیدا شویش میگویند. به کدام راه تبابت کردنش میگویند. و حتی خونرویی که بین زخم معده و وریدهای
معده سرخروده می شود هنگام بیماری سیروز جگر. امروز همه شهروندان میدونن سیروز چی است، گپاتیت چی است. استاد گفته بودن که برانگیزنده گپاتیت همون ویروسی که به چشم نمیدیدنش کو عضو خودش انتخاب میکند و وقتی که وی اوج میگیرد و از حد میگذرد در اون آدم آب پیدا میشود در شکمش. این از سیت امروزه هست. ابن سینا 43 اثر خود را در زمینه پزشکی نوشته است که در هر یکی آنها راه‌های معالجه بیماری‌های گوناگون و پیشگیری سری وقتی آنها را طریق طرح‌های ویژه نشان می‌دهد. کتاب شفا دایره المعارف است که در مورد منطق، ریاضیات، طبیعت و الهیات بحث می‌کند. کتاب مذکور را ابن سینا در 4 جلد به مدت 10 سال نوشته است. مهمترین اثر او در طب کتاب قانون است که آن را سنگ پزشکی امروزی جهان می‌دانند. این شاهکاری ابن سینا به مدت 6 عصر برتری خود را در تمام جهان حفظ کرد و همه کتاب‌های طبی را در سایه خود قرار داده بود. تعداد داروهایی که در القانون وصف کرده است داروهایی اند که به واسطه خودش ساخته مورد استفاده قرار داده تجربه کرده است. در این کتاب بیش از 760 دارو معرفی شده است. آن به 19 زبان ترجمه گشته تا قرن 17 میلادی از مهمترین کتاب‌های محسوب می‌یافت که برای عالمان و دانشمندان سیاره سرچشمه معتمد به حساب می‌رفت. تا آغاز پزشکی این نوین کتاب مذکور در دانشگاه بروکسل و دیگر دانشگاه‌های پیشرفته عالم درس گفته می‌شده است. اگر جز قانون کتاب دیگری هم نمی نوشت، ابن سینا معروفترین، تواناترین طبیب و دانشمند در سیاره می ماند. برای نوشتن این کتاب شیخ الرئیس 15 سال عمرش را صرف کرد و کتاب مذکور او را از طبیبان پیشگام در همه دور معرفی می کند. در 5000 صحیفه 2000 نمود بیماری معین گردیده در 5 قسم بررسی می شوند و راه‌های معالجه اشان نشان داده شده است که از همه سیرخواننده ترین محصول ایجاد انسانیت در تمام دور می باشد. در غرب کسی از شرق نمی گفت ولی دائما از قانون استفاده می بردند و آن را انجیل مقدس دوم برای طبیبان می دانستند. یکی از مهمترین ویژگی های این کتاب توجه به تأثیر تغذیه بر سلامتی روح و جسم انسان است که تا آن زمان کسی به آن نپرداخته بود. در یک اثر چند مرتبه به یک زبان ترجمه شدن یک اثر یک کاری آسان نیست. یعنی این نشان دهنده اعتراف گشتن قانون است. نشان دهنده چی؟ و با آن میگن که القانون گویا که اولین کتاب بغیر از بیبلیا که بعد از اختراع دستگاه چاپی چاپ شده است. در تالیفات خودشان در کتاب قانون طب اشاره به یگان دستگاه نمی کنند. 2 کس در اینجا هست، بیمار و طبیب. همه خلاصه براری ابوعلی ابن سینا در زمانشان در زمینه هر چیزی که به چشم می دیدن در بیمار در ظاهر نمایان بودگی، رنگ پوست، سفیدی چشم، ورم انگشتا، ورم بغم‌ها، طرز نفس کشی، دم کوتاهی و دیگر خلاصه براری. یعنی طبیب در رو بروی بیمار نشیننده از طبیب بیمار تشخیص و طبابت به همین جنبست میکنندن. این تعلیمات هست که از بین باید رود. انا حاضر اگر برق مرد ما رنگین کردن نمیتوانیم، لکن در تاریکی هم گپ زدن میتوانیم که به بیمار. اندیشه های علمی سینا آنچنان فراگیرند که برای پیشرفت طب غرب و ذهنی طبیبان و عالمان جهان مساعدت کردند.
جریان خون را در بدن انسان ابن نفیس در اساس تحقیقات‌های علمی ابن سینا معین کرده است. او اقرار می شود که در زمینه کارهای او به چنین نتیجه رسیده است. او 1000 سال پیش از بنت درباره آنچه که امروز شکستگی بنت نام میبرند سخن گفته است. هر گونه برانگیزنده بیماری را در بدن انسان‌ها شرح داده است که با گذشت سالها سرچشمه معتمد برای پیشرفت طب و دیگر عالمان و طبیبان گردیده است. برانگیزنده بیماری را به چشم نمیبینیم به خاطر خرد بودنش و 850 سال در کار شد که لوی پاستر و لیوینگوک یکتش ذره‌بین سازد و دیگرش همون به چشم بیند، لیکن مردیگری پیدا نکرد که گوید این از شیخ رئیس است. وقتی دیدن گوشت کرم کرده است گفتن که این برانگیزندش اگر از بیرون نه افتد از درون خودش نمی کند. اگر گوشت در خلدین نگمانیم هواش معتدل نداریم کرم نمی کند. و تمام بیماری انسان به 4 چیز خلاصه براری میکنند. میگویند که همه بیماری در نتیجه تاثیر 4 چیز به بدن انسان میشود. این 4 عنصر آب، خاک، آتش، باد. در مورد اهمیت این کتاب همین قدر کافی است بگوییم که در بزرگترین مرکزهای علمی اروپا درس گفته می شده است و حتی در زمان امروز نیز به عنوان بخش مهمی از طب کهن در مهمترین مرکزهای علمی جهان تدریس می شود. جورج سرتون، معروفترین کیمیاشناس تاریخشناس امریکایی، در کتاب تاریخ علم ابن سینا را یکی از بزرگترین اندیشمند و دانشمند طبیب در جهان می داند. بزرگی ابن سینا هم در آن است که وقتی در سال 1471 برنامه تعلیمی برای دانشجویان انیورسیته‌های اروپایی خب مرتب می ساختند، تنها 150 مرتبه به هیپوکرات مراجعت کردند، 500 مرتبه به جولیوس مراجعت کردند، بیش از 3000 مرتبه به ابن سینا مراجعت کردند که تا همین برنامه مکمل رو خب ترتیب کنند. تا سال 1473 را تصور کنید، 1437 73 در تمام اروپا یگان کتاب طبی دیگر چاپ نشده است. شما تصور میکنید همه قدر دوره بی کتابی اروپا را تا 1473 و سال 1473 یک کتاب برای بیماری های کودک، یک قسمی القانون، یک سمت القانون نسبت بیماری های کودک پیدا می شود و مؤلف کتاب می گوید که من 1400 بار در همین کتابم تکیه به ابوعلی ابن سینا کردم، 500 بار به زکریا رازی کردم، 170 بار به بقراط کردم. اگر کتاب من کتاب گفته قبول کنید قبول نکنید خفه نمی شوم. این مردگیری رو بینید، قریب که خودش هیچی نیست، لیکن کتاب پیدا شد. تا همین دوره را دیگر ضرورت برای کتاب پیدا شدن حساب نکردن. همین خیلی در تعلیمات بشریت بود. اگر بقراط را پدر طب میگویند، اما ابن سینا را آفتاب زمان میخوانند. او با کتاب خود قانون در جهان علم تاثیرگذارترین عالم زمان گشت. یافته‌های روانشناسی و نظریه دانش شیخ الرئیس بر ویلیام آسلر، فام اکوینسکی، لیوناردو داوینچی و باز چندین عالمان و طبیبان و فیلسوفان تأثیر گذاشته است. لیوناردو داوینچی اشاره می‌کند که کشیدن ارگانیسم انسانیت را او طریق زحمت‌های ابن سینا آموخته است.
کشفیات یک دانشمند اندلسی به نام اویرویس که ابن رشد است 100% بیانگر عقیده های ابن سینا است. او خودش هم گفته، محققان هم میگویم که اگر ابن سینا نمی بود اویرویس این کشفش پیش نمی برد. اما کشفش تن در سایه فیزیک است، در های حرکت. و من فکر میکنم که ابن سینا هم نه تنها با اویرویس، با ژان بوریدن، با نیکولاس تانوس، با پدرو نونوس، حتی با دیگر دانشمندان اروپایی که بعضشون نادانسته هم مثلا نادر به معنی که نمیدونستند که آثار ابن سینا است. ترجمه لاتینی کتاب دیگر از شفا حدود 50 سال بعد از نگارش در اروپا در دسترس قرار گرفت و موجب تأسیس مکتب مخصوص با نام ابن سینا گرایی شد. یعنی نابغه بزرگ تاجیک ابوعلی ابن سینا امروز شهرتش جهانی است و مورد اعتراف و احترام عالمیان گشته است. او نه تنها در پزشکی بلکه در همه علم‌های زمان خود از دانشمندان سرشناس و پیشرفته به حساب می رفت. او همچون پدر مفهوم فوندامنتالی فیزیک ایمننت جسم و گیولوژیا معروف می باشد که به دستاوردهای ارزشمند و نظررس دست یافته است. در زمان خود فرضیه را درباره منشأ سلسله کوه‌ها مطرح کرده است که با گذشت سالها همچون نظریه اساسی می دانستند. ابن سینا تقریباً 1000 سال پیش نخستین بار به تغییر شکل تغریزی زمین تحولات زمین شناسی به خصوص در مورد حاصل‌های دریایی پاسخ‌هایی می‌دهد که از نظر دانش کنونی بسیار پیشرفته ترند. ابن سینا به آن باور است که پیدایش کوه‌ها می‌تواند از دو طریق انجام بگیرد: تغییر شکل ناگهانی زمین بر اثر زمین لرزه یا تدریجاً زیر تأثیر آب و باد. با چنین عقیده های جالب واضح می گردد که ابن سینا در زمان خود کوشش کرده است در همه بخش های علم از پیشگامترین عالمان باشد. ابوعلی ابن سینا در برابر طب اینچنین در علم‌های ستاره شناسی، کیمیاگری، جغرافیا، زمین شناسی، فیزیک و روانشناسی، متماتیک و شعر هم مطالب زیادی را بر رشته تحلیل کشیده است. خصوصاً در علم‌های طبیعی و ریاضی کامیابی‌های نظررس او را دیده می‌توانیم که واقعاً دستاوردهای ارزشمند علمی هستند. او در تقسیم شدن عددها نوآوری‌های خود را آورد که باعث پیشرفت متماتیک گردید و در تاریخ علم همچون مسئله ابن سینا یاد می شود. تا امروز در کتاب‌های درسی مکتبی در تمام دنیا یک موضوع است با نام نشانه‌های تقسیم شوی عددها. چگونه عدد به 2 تقسیم می شود، چگونه عدد به 3 تقسیم می شود، به 4 و غیر و کذا. اساساً به 2 به 3 با چه که در مکتب میخونیم آسان است. هر گونه عدد جفت به 2 تقسیم می شود به بقیه. هر گونه عددی که سمش به 3 تقسیم می شود خودش به 3 به بقیه تقسیم می شود. لیکن ابن سینا همین تا عدد 9 کرده است و در تاریخ متماتیک با نام مسئله ابن سینا معروف است و روسا با نام زدرچ اویسی نام می‌آموزند. با دانش و بینش در گیومتری نیز به موفقیت‌های چشمگیر نائل گشته اساسگذار هندسه غیر اقلیدوسی میباشد. محض در اساس کامیابی‌های علمی او و دیگر عالمان بزرگ تاجیک، لاباچفسکی عالم مشهور روس به دستاوردهای ارزشمند علمی نائل گشته است. هندسه قریب 2000 سال هندسه اقلیدوسی یعنی یوکلید و گیومتری اقلیدوس سزاوار اعتبار همگان بود در شرق و غرب
و اولین کسی که هندسه غیر اقلیدوسی ساخت لاباچفسکی و بایای مجارستانی لاباچفسکی روس و ما میکوبیم سرچشمه همین سرچشمه که هندسه غیر اقلیدوسی چگونه با وجود آمد. لاباچفسکی کوزنبرگ می نویسد که از آثار نصرالدین طوسی آگاهی داشت. نصرالدین طوسی پاستورات پنجم اقلیدوس را بسیار بررسی کرد و در نتیجه و فکرای آمد که از اون فکر لاباچفسکی آگاهی داشت توسط ترجمه روسی آثار طوسی. نبینیم که یعنی لاباچفسکی از طوسی الهام گرفته است و طوسی خودش گفته است که این را از ابن سینا آموخته بود. تلاش و نوآوری‌های ابن سینا در علم ستاره شناسی نیز قابل اعتراف عالمیان گشته است. او 20 سال عمرش را صرف علم هیئت شناسی کرده نسبت حرکت خورشید و سیاره‌ها اندیشه‌های جالب بیان می‌دارد. مثلا با حساب‌های دقیق استرونومی قید می‌کند که من زهره را دیدم بر روی آفتاب چون خاله. این اندیشه تحولات بزرگی در علم نجوم بود که با گذار سالها مورد تحقیق دیگر عالمان نیز قرار گرفت و یکی از عقیده‌های محوری گردید. البته مدار آفتاب را در نظر دارد. عیناً همین سخن ابن سینا را طوسی آورده است که ابن سینا در عصر 10 زهره را می‌بینه را در روی مدار آفتاب دیده است و خود طوسی هم تصدیق کرده است و آخر در عصر 18 لامانوس هم تصدیق کرده است که همین هست و لامانوس در باب پیش رفت و حتی موجودیت اتمسفر در زهره را آموخت. علاوه بر کشف این ستاره اسباب ستاره شناسی هم با نام نونوس که امروز در تاریخ با نام نونوس مشهور است. مورخین علم میگویند که کشف ابن سینا است و نونوس به خاطری که پدرو نونوس نام دانشمند پرتغالی در عصر 16 همین اسباب کشف کرد و امروز محققان میگویند که همین اسباب ابن سینا استفاده برده بود. قبل از ابن سینا هیچ کس استفاده نکرد و خود ابن سینا ساخته بود است. او با راه تجربه و کوشش و زحمت‌های دائمی در فیزیک نیز به نتیجه‌های بزرگ علمی رسیده است. ابن سینا تحقیقات‌های خود را در آموزش خاصیت نور، موج و این چنین دایر به وقت انجام داده، اندیشه‌های جالب علمی‌اش زمینه مهمی در کارهای لاباچفسکی، اینشتین و دیگر نابغگان جهانی گشته است. ابوعلی ابن سینا یکی از پایه‌گذاران تا اندازه فیزیک امروزه هم گویم اشتباه نمیکنیم، چون که محض به طفیل ابن سینا مفهوم‌های امروزی ایمپولس و اینرسیا شرح بی‌واسطه خود را یافتند و از نظر ابن سینا حرکت به سه نوع ارضی، طبیعی و خصوصی جدا کرده می شود و در این جنبه ها ما الکی در اساس پرینسیپ نسبیت گالیلی همون تعریف هایی که نسبت به اینرسیا ابن سینا داده است پیدا کرده می توانیم. در تاریخ اپتیک هندسی، نه اپتیک فیزیکی، اپتیک هندسی اولین مرتبه سرعت نور را با سرعت صدا ابن سینا مقایسه کرده است. ابن سینا زیاد بودن سرعت نور را از سرعت صدا چنین میفهماند. میگوید که ببینید که رعد و برق در یک زمان به عمل میآیند. لیکن ما اول سرعت نور را میبینیم، بعد از گذشتن مهلت آوازش میشنیم، آواز رعد. اول برق میبینیم، بعد رعد میشنویم. این خودش دلیل اون است که اونو در یک وقت با وجود میاد. سرعت نور زیاد است. در حادثه طبیعی یا سرعت یا پهنشوی موج. موج چیست؟ موج لپیشی که با مرور زمان پهن می شود. هر گونه لپیش موج است. و وقتی که گپ درباره شنیدن نفری که در بالا ایستاده است، نفری در پایین ایستاده خوبتر میشنود، بیرونی میپرسد چرا؟ ابن سینا شرح میدهد. برای چی؟ کسی که در بالای کوه ایستاده است، آواز آدمی در پایین کوه ایستاده خوبتر میشنود نسبت به برعکس. و این هم میفهموند در اساس این اکوستیک است، مسئله اکوستیک در حسابی پهنشوی موج.
و ما موج نمیدونیم. من میخوام که در مکتب میونم همین قیدا داخل شود که کودک زودتر از خود میکند موج چخیل پخش میشد. ابن سینا گفت اون موج شما گفتن نگه چخیل میکنید. مثلا حوض در حوض یک سنگ میپرتوی میبینی که چخیل حلقه از جای افتش سنگ تا کنار حوض پخش میشد آب. همین موج است. همین موج که در آب میبینیم. همین خیلی موج در هوا ما نمیبینیم. صدای ما همین خیلی پخش میشد. موفقیت‌های نوبنوی او در علم طبیعت شناسی باعث گردید امروز ابن سینا یکی از اساسگزاران اپتیکای هندسی و همچون پدر فیزیک مومنت جسم شناخته شود. نابغه بزرگ تاجیک از نظر علمی دایر به زمان و مکان نیز عقیده می‌راند و زمان را دوگانه می‌دانست، زمان مطلق و زمان نسبی. یکی از عقیده‌های جالب‌ترین و محوری او در فیزیک موجود بودن وقت میان فضای سه‌چنکه میباشد که این اندیشه اساس نظریه نسبیت اینشتین را تشکیل می‌دهد. یعنی به محابا میتوان گفت دانشمند معروف سده 20 در اساس تجربه و کارهای بزرگ فرزند تاجیک چنین پیشروی نموده است. اینشتین از دانشمند رقم اول زمان خودش بود که گفت هر جسم غیر از فضای سه چنکه چهار چنکه است. مثلا هر جسم درازی دارد، بر دارد و چقوری دارد. استبرا، درازا و پهنا. و تاجیکی میگه درازا، پهنا و عمق برو. و این جسم به وقت حرکت نمی کند. وقتی که در فیزیک گیومتری متماتیک می آموزند هر جسم است با سه چنک درازش برش چقدرش می آموزند. من خوبم است. ابن سینا اولین بار همینا وقت وارد کرده بود است و کشفیات بزرگی که در نسبت است همین ایلاوگی وقت نشان دادند. و این مولا صدر شیرازی گفته است که قبل از او ابن سینا گفته بود است که در همین درازی و بر و قد و چقوری به نظر گرفتن وقت هم هست. ابوعلی ابن سینا پیش از همه فیلسوف بود. طب برای او مشغولیت دوم و حتی سیوم به شمار می رفت. در نوجوانی پیروی از ارسطو کرده مدتها به مطالعه کتاب‌های او مشغول بود. بعداً روشی الهیده خود را پیدا کرد و در این زمینه 23 اثر تألیف نموده است. ابوعلی نسبت آفرینش و انکشاف عالم اندیشه‌های زیاد بیان می‌کند و با خلاصه عمیق ابراز می‌دارد که عالم به طور خود انکشاف می‌یابد و کوشش انسان را اساس همه گونه پیشرفت می‌داند. یعنی اساس فلسفه او وحدت تمام جهان بین دنیا و طبیعت و انسان است. عالم مادی از جانب خالق آفریده شده است و این خالق این عالم مادی را نه از روی تصادف بلکه از روی ضرورت آفریده است. یعنی در اینجا مسئله سبب و کاتگوری های فلسفی سبب و نتیجه هستند. این فلسفه دیزم است. از این دیدگاه در نظر متفکرین تصوف و کلام آن همچون ملحد پذیرفته می شود. دئیست دانشمندی که به یگانگی پروردگار اعتقاد دارد، به آفرینش عالم اعتقاد دارد و میگه عالم آفرید لیکن عالم خودش انکشاف مییابد. مثلا بعضی ها بنابر البته نظری تنگشون میگن این همین هم اومد در تغییر هر چی از بالا است. انسان میگفت نه، انسان هر چی پیش میبرد. وقتی آفریده شد بعد انکشافش از انسان وابسته است. و حتی درباره قضا و قدر هم هست. از ابن سینا میپرسند که کارها با کوشش وابسته است یا با قضا. یعنی هر کاری که ما میکنیم از تقدیر ما هست یا از کوشش ما وابسته است. پس کوشش قضا را سبب است. ابوعلی ابن سینا با عقل فراگیر و جهان بای معنویش دانش‌های طبی، ریاضی و طبیعت شناسی و فلسفه و اخلاق را بر رشته نظم کشید و نقش انسان را میان این همه مهم و مرکزی دانست.
صنعت شعری را در اساس اندیشه های علمی به یک قالب معین درآورد و حکمت و دانش را جزئی مهم آن معنی داد نمود. محض به وسیله چنین نوآوری ها او را اساسگزار ژانر فلسفه ربایی به زبان تاجیکی می دانند. حتی طبابت انسان به ربایی گفتن این به هر کس نصیب نمی گردد. جواب گرداندن به آن حسودان در ایجادات این کس با ربایی های همچون دردانه شرق برای بشریت جای داده شده است و همان دوره آوانی به کار علمی شروع کردنشانه خودشان همین خیلی میگویند که میل من بر منتهای مقصد عالی بود، پایه پایان نخواهد هیچگاه خاطر مرا، خواه همین که وارسم بر قله مقصود خود یا که در این ره خواباند اجل آخر مرا. با شعر بیان کردن تصویرهای بدیعی، ابراز و عشق آسان است. با شعر بیان کردن متماتیک، با شعر بیان کردن فیزیک، با شعر بیان کردن طب دشوار است. برای چی؟ برای که اول علم خوب دانستن در کار، با صنعت شعری دانستن در کار که مضمون و منطق ویران نکرده وزنه. از همین خاطر ابن سینا را اساسگزار ژانر فلسفه ربایی به زبان تاجیکی پارسی در می‌سازند که این ژانر عمر خیام به والایت رساند. در پرده سخن نیست که معلوم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد. در معرفتش چونک فکری کردم، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. ابوعلی ابن سینا با کشفیات و دستاوردهای ارزشمند علمیش همچون بحرالعلوم اعتراف شده در همه بخش‌ها خود را از دانشمندان توانا معرفی نموده است. نبود دانش و تجربه‌ای که از خود نکرده باشد. حتی او در علم موسیقی نیز دستی توانا داشته است و موافق روایت‌ها ساز غیشک یکی از اختراع‌های او می‌باشد. سیناشناسان میگویند که ابن سینا فکر کرده است که کدام هنر و کدام دانشی هست که او از خود نکرده بوده است. در 54 سالگیش، همگی ما میدونیم 57 سال عمر دید، 4 تا 56 اثر نوشت. در 54 سالگیش میگویند هنر رقص ناموخته بوده است. هنر رقص هم از خود میکرد در 54 سالگیش. استاد لایق میگویند که تا به حال آفتاب اگر هر صبح شمعی خیرتاب را کشته است، شمع ما را جسارت است بلند، شمع ما آفتاب را کشته است. یک شمع آفتاب پخش کردن نمیتواند کرد، لکن میگه جسارت شیخ الرئیس به حد بلند است که همین شمع ما آفتاب پوشانده است. ابوعلی ابن سینا بیش از 20 سال عمر خود را در سفر گذرانید. او با دانش و بینش فراگیرش هر کجا را که مکان زیست قرار میداد در پیشرفت و آبادیش میکشید و همواره در خدمت بشریت بود. در سال 1037 میلادی در سن 57 سالگی در سفری که با فرمانروای اصفهان به همدان میرفت بیمار شد و از عالم درگذشت. او که بارها بر بیماری مختلف در بدن دیگران غلبه کرده بود نتوانست بیماری خود را درمان کند. امروز او را یک طبیب بی‌مثال، دیگر فیلسوف ناتکرار، سیومین طبیعت شناس و ریاضیدان ماهر، دیگر اخترشناس و موسیقیدان ممتاز نام میبرند و به شک همه آنها حق دارند چنین بگویند، زیرا ابن سینا در جهان علم نابغه‌ای درخشان بود.
донишномаи фалсафаи донишгоҳи теннисӣ дар амрико ибни синоро таъсиргузортарин файласуфи ҷаҳон пеш аз замони нав муаррифӣ мекунад. дар самти пинҳонии моҳ даҳонаи ба ифтихори ин бузургмарди тоҷик даҳонаи ибни сино номгузорӣ шудааст. дар созмони умуми ҷаҳонии ЮНЕСКО ҷоизае вуҷуд дорад бо номи ибни сино ва ба нафароне ки дар фалсафаи ахлоқ ва илм пешрав ҳастанд тақдим мегардад. дар кишвари мо ки меросбарони ибни сино ҳастем, донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон номи ин табиби нотакрорро гирифтааст. ҳамзамон ҷоизаи олии ҷумҳуриявӣ дар соҳаи илму техника, ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи ибни сино мавҷуд мебошад ки ба олимону донишмандони навовар тақдим мегардад. оромгоҳи ин нобиғаи бузурги тоҷик дар шаҳри ҳамадон мебошад. он ҷо 12 сутун мавҷуд аст ки нишони 12 риштаи илм аст ки ибни сино дар онҳо беҳамто буд. то имрӯз инсоният боварӣ дорад ки агар ба мақбараи ӯ даст бирасонӣ, тан ва дили худро шифо мебахшӣ. ин буд чанд хулосаи мо аз дастовард ва кашфиётҳои як тан аз нобиғаи бузурги тоҷик Абуалӣ ибни Сино. Далер Асанзода будам бо ҷамъи ҳамкоронам дар барномаи нобиғаҳо. То дуруди дигар, сиҳатманду пирӯз бимонед. Хайр.